امروز 4 سپتامبر است و تازه‌ترین خبرگزاری‌ها از تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما می‌کنیم. سلام بینندگان عزیز. نخست سرخط موضوع‌های برنامه. چراغک ثبت شد و یا اوفی بیش از 2,500 ماشین کهنه و بند مانده در تاجیکستان. بسریکین از حضور مهاجران نارام است. حمله نوبتی رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه. از زیاد شدن جراحت برداری پیاده‌گردان از حساب حرکت کوریران سبب می شود. و مادر بعد آشنایی با نوارها از بازداشتگاه از دعوای تحقیق خودکشی پسرش دست کشید. دیدم که علاقه بچه من در داخل جایی که آخر اون رفت سرش را کشید نگاه کرد، خودش را به مرگ رسانیده است. حکومت تاجیکستان به طور استثنایی بیش از 2,500 ماشین استحصالشان تا سال 2013 را که ماها باز در انبار و ایستگاه‌های گمرکی کشور بند مانده بودند به اصطلاح عفو کرده است. پیشتر مقامات آنها را ماشین‌های کهنه نامیده از تاجران خواسته بودند که باید به کشور دیگر برند یا به قسم‌های احتیاطی تبدیل دهند و سپس فروشند. تاجیکستان در ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. طبق حجتی که رادیو آزادی دسترس نمود، پرزیدنت تاجیکستان روز 2 سپتامبر در پاسخ به درخواست مسئولان خدمات گمرک به گرفتن ماشین‌های بند مانده رضایت داده است. یک مسئول ریاست گمرک در ولایت سوغد با تصدیق خبر امروز به رادیو آزادی گفت اوف تنها به ماشین‌های بند مانده در انبار و ایستگاه‌های گمرکی دخل دارد. آوردن چنین ماشین‌ها به حدود تاجیکستان منع می باشد. در 3 سال اخیر به تاجیکستان تقریباً 110,000 ماشین تولیدشان تا سال 2013 وارد گردیده است. در اوکراین گرفتاری جنگ با روسیه تغییرات در ترکیب حکومت ادامه دارد. رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی گفته است که آوردن وزیران و منصبداران دیگر بلندپایه برای تقویت حکومت و برآورده کردن نیازهای می باشد که اوکراین به آن ضرورت دارد. همکارم طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد. دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین یکی دیگر از وزیران در حکومت ولادیمیر زلنسکی شد که عریضه استعفایش را به او پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت روز 4 سپتامبر گفت مسئله قبول و یا رد شدن استعفای وزیران و وکیلان پارلمان و یا ورخونا رادا بررسی می‌کنند. پیشتر از این دو معاون نخست وزیر اوکراین هم عریضه‌های خواهشی ترک حکومت را پیشنهاد کردند. دمیترو کولبا دیپلماتی 43 ساله اوکراینی از ماه مارس سال 2020 وزیر بود و جوانترین وزیر در تاریخ وزارت امور خارجه اوکراین به حساب می‌رود. تغییر ترکیب حکومت که زلنسکی اعلام کرد با گذشت 2.5 سال از آغاز تجاوز روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. осінь буде надзвичайно важливою для України. تیر ماه برای اوکراین بسیار مهم خواهد بود. نهادهای دولتی ما باید به گونه‌ای سازماندهی شوند که امکان بدهد اوکراین و همه ما به تمام نتیجه هایی که احتیاج داریم دست یابیم. برای همین باید بعضی از بخش‌های معین حکومت را تحکیم بخشیم و قرارهای خصوصی آماده شده‌اند. در دفتر ریاست جمهور هم تغییرات می شود. іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. وزیران صنعت، عدلیه و محیط زیستی اوکراین هم از مقام‌هایشان استعفا دادند. به قول ولادیمیر زلنسکی تغییرات در حکومت برای آمادگی بهتر به تیر ماه ضرور است و برای این باید بین حکومت مرکزی و مردم و منطقه‌ها رابطه‌های نزدیکتر وجود داشته باشد. پیش از اعلان نوی استعفای وزیران در حکومت اوکراین در یک حمله روسیه به یک دانشگاه نظامی در شهر پالتاوای اوکراین بیشتر از 51 نفر از جمله سربازان اوکراینی کشته شدند. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. کمیته تفتیشاتی روسیه میزان جنایتکاری میان مهاجران در ولایت مسکو را نگران کننده نامیده است. اینها در جلسه تفتیش جنایت‌های پرسر و صدایی را که مهاجران صادر کردند بررسی نموده تاکید کرده است که چنین وضعیت از مقامات حفظی حقوق چاره‌های پیشگیری کننده را طلب می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش کیومرسیاتا. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر بستریکین میگوید که شهروندان خارجی امسال در روسیه بیش از 23,000 جنایت کردند. به گفته او آمار جنایتکاری مهاجران 69% افزوده است.
در اظهارات خدمات مطبوعات کمیته گفته میشد که گویا مهاجران اکثر وقت نسبت به مردم محلی، شرکتداران جنگ در اوکراین و کارمندان حفظ حقوق بدرفتاری میکنند که در چنین حالتها به گفته او مهمان نوازی و مناسبت دوستانه روس‌ها به خشم و ناراضگی آنها مبدل می شود. این به گفته باستریکین تشویش آور است. با اوج گرفتن مهاجرستیزی عاقبت‌های منفی بی‌نظارتی روند مهاجرت و افزایش جنایتکاری در بین مهاجرانی که غیرقانونی در روسیه قرار دارند، کاهش یافتن امنیت مسافران نقلیاتی جمعیتی و زیاد شدن جراحت برداری پیاده‌گردان از حساب حرکت کوریران سبب می‌شود. مقامات روسیه بارها از قانونشکنی مهاجران ناراضگی کرده ده‌ها نفر را اخراج کردند، اما بعضی از مهاجران این حرفها را قبول ندارند و میگویند که حتی در حالت درست بودن سندها و یا با قانونشکنی های خرد آنها را از روسیه میرانند. به گفته مهاجران، تفتیش و اذیت و اخراج مهاجران از روسیه بعد حمله به کراکوس زیادتر شد. در همین حال وزارت کارهای داخلی ولایت باوریای آلمان навореро که با ادعای مبارزه با تندگرای اسلامی نشر کرده بود بعد از تنقیدهای سخت پاک کرد. این نهاد را منتقدان به آن ایبدار کردند که با نشر چنین نوار در جامعه اختلاف میاندازد و روحیه اسلام بدبینی را بیشتر میکند. مقامات گفتند تاسف میخورند که این نوار در جامعه نافهمی ها را به بار آورد. در نواری که وزارت روز 2 سپتامبر در شبکه ایکس نشر نمود، روحانی مسلمان زیر موسیقی ترس‌آور در فیلم تصویری زنی جوانی را فرو میبرد و تهدیدآمیز میخندد. در فیلم تصویری در نتیجه این زن به خانم حجابدار تبدیل می‌یابد که همسر دوم شده است و با اشک چشم آشخانه را پاک میکند. همکارم مومین احمدی که این موضوع رو پیگیری نمود حالا همراه من در استودیو است. سلام مومین، آیا در داخل آلمان نشر نوار چی واکنش‌هایی داشته است؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. پس از نشر نوار چند وکیل پارلمان پلیسی باوریا را سخت تنقید کردند. آنها وزارت را در پهن کردن ترغیبات مسلمان بدبینی ایبدار کردند. نیکول گولکه وکیل بوندستاگ پارلمان آلمان در شبکه ایکس نوشته است که نوار پررن نژاد پرستانه است. او گفته است باید ضد مسلمان بدبینی در جامعه مبارزه کنیم. نوار زمانی نشر شد که کارشناسان میگویند در آلمان روحیه اسلام بدبینی افزایش یافته است. نشر نوار در شب روزی بود که در 2 ولایت آلمان حزب آلترناتیو برای آلمان که ضد قبول مهاجران اظهارات می‌دهد پیروزی به دست آورده است. وزارت کارهای داخلی باوریا نوار را پاک کرد و در صحبت با بخش روسی رادیو زودی گفت که تنقید را قبول دارند ولی هدفشان تنها مبارزه با تندگرایی در جامعه و آگاه کردن مردم از خطرهای تندگرایی اسلامی بود. مومین طوری میدونیم در آلمان توجیکان زیادی کار و زندگی میکنند. آنها در این باره چی نظر دارند؟ بله شهلا، مهاجران تاجیک مقیم آلمان میگویند روحیه مهاجر بدبینی و اسلام بدبینی را در جامعه کم کم احساس میکنند، تمایلی که در گذشته دیده نمیشد. شماره دقیقی تاجیکان در آلمان معلوم نیست ولی صدها تاجیکستانی در این کشور به حیث پناهجو، مهاجر مهنتی و دانشجو به سر میبرند. یک راننده ماشین بارکش در آلمان که 5 سال باز در این کشور زندگی دارد میگوید 2 سال اخیر احساس میکند که یک اندازه برخورد با مهاجران دیگر شده است. این مهاجر تاجیک بر این نظر است که مهاجران با رفتارهای نادرست خود دست به جنایت زدن و عضو گروه‌های تندرو شدن چنین اندیشه را در ذهن مقامات و مردم محلی به بار آوردند. در 2 سال اخیر بیش از 10 تاجیک را در آلمان با گمان آمادگی به حمله‌های تروریستی و عضویت در داعش بازداشت کردند. مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور اخراج کرده بودند. تشکر مومین برای صحبت فراگیر. البته این رو هم نباید نادیده گرفت که حمله های مهاجران باعث نگرانی آلمانی ها شده است. 23 آگوست سال روان در شهر سولینگن آلمان یک مهاجر 26 ساله از سوریه به جشنواره مردمی حمله کرده 3 نفر را به قتل رساند و 8 کسی دیگر را مجروح نمود. مسئولیت این حمله را سازمان دهشت افکنی دولت اسلامی برداشت گرفت. همین طریق تجلیل 650 سالگی شهر سولینگن به ماتم تبدیل یافت و همین گونه که همکارم مومین احمدی گفت مقامات آلمان نیز به چند پناهجوی تاجیک حق پناهندگی ندادند و آنها را از این کشور راندند. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال دارید؟
بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. پیوندان جوانی که در اداره پلیس نویه 8 ففتی دست دعوایشان برای تحقیق حادثه دست کشیدند. دمیر عبید ساکن 30 ساله نویه 8 روز 8 آگوست بازداشت شد و 2 روز بعد در بینای شعبه کارهای داخلی نویه 8 به هلاکت رسید. مقامات گفتند او خودکشی کرد، اما نزدیکانش در اول به این شبهه داشتند. حالا مادر این جوان میگوید برای مرگ پسرش کسی را گناهکار نمی‌کند. ادامه موضوع در گزارش فرزان محمدی از شهر خوجند. مدینه سیدова به دفتر رادیو آزادی در شهر خوجند آمده است تا بگوید برای مرگ پسرش از کسی دعوا ندارد. پسر 30 ساله او را کارمندان پلیس 8 آگوست دستگیر کرده 2 روز پس جسدش را به نزدیکان دادند. مدینه سیدова 29 آگوست در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفته بود می‌خواهد خودکشی پسرش تفتیش و گناهکاران جزا گیرد. حالا باوری حاصل کرده است که پسرش خودکشی کرده است. فرزندم از پس دیوار همون در آمد، از پس دیوار طرف قسم حوزچه یک بار سرش را انمیخیل کرد و کلش را با گرفت. یک آخران بار به بیرون نظر کرد. با همین از بین 3 دقیقه و 4 سکند همیخیل وقت گذشت که از بیرون قراول دویم آمد برای گرفتن مواد خوراکه به بیرون رفته بود است. در آمد بعد قراول دویم به طرف پرگولچینی رفت و از اونجا صدا شد مگر که این قراول دوید. این قراول دوید و رفت و با گشته آمده دویده کلیت را گرفت و این در کشاده در اساسی را به بیرون برآمد. به فکرم آدم ها را فیراد کرد که آدم های بسیار ملیسه های بسیار آمده به درون دویدن رفتن و بعد از چند لحظه بچه من برداشته 2 ملیسه برداشته از دست و از گردنش بیرون برآوردن. من همین جا دیدم که الکی بچه من در داخل جایی که آخران رفت سرش را کشید نگاه کرد خودش را به مرگ رسانیده است. مقامات درباره مرگ این جوان رسما واکنش نکردند. در تشخیص طبی دادگاهی آمده است در بدن دمیر عابیدوف یگان زخم پیدا نکردند. رادیو آزادی مستقلانه این چیز را تصدیق کردن نمیتواند. به گفته مادرش دمیر عابیدوف پیشتر زندانی شده بود و قبل از مرگ به نزدیکانش گفته است دیگر به آنجا رفتن نمیخواهد. من دیگر به زندان رفتن نمیخواهم میگفت. لیکن وی نگفت که این گونه به زندان نمی رود، خودش را نابود می سازد و لیکن به زندان خودش را نمی دهد. این زن قبلا از دادسانی ولایت سوخت طلب کرده بود که مرگ پسرش تحقیق شود، اما حالا میگوید از دعواش دست کشیده میخواهد مرگ پسرش دیگر موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی نگردد. در تاجیکستان این یگانه حادثه نیست که ساکنان بعد بازداشت از سوی کارمندان مقامات قدرتی در شرایط مرموز جان میدهند. ولی مرگ دمیر عابیدوف از کمترین حالت‌های است که نزدیکانش از دعوای خود برای تحقیق قضیه دست میکشند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیو آزادی، شهر خوجند. و یک خبر دیگر، مرکز تحقیقاتی دسته معلوم کرده است که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 2 پسر خردسال دارد. رسانه آنها را ایوان و ولادیمیر و مادرشان را الینا کابایوا ورزشکار سابق معرفی کرده است. با گزارش مرکز تحقیقاتی دسته، ایوان در سال 2015 و ولادیمیر در سال 2019 تولد شدند. کودکان با سنت‌های مخفی زندگی دارند و در هواپیما و یخته‌های شخصی زیر محافظت کارمندان FSO یا خدمات فدرالی پاسبانی می‌گردند. در تحقیقات گفته شده است که آنها در قرارگاه پرزیدنت زندگی کرده در جایهای جمعیتی حاضر نمی‌شوند. منبع دسته شخصی بوده است که در قصر پوتین کار می‌کند. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام می‌یابد. تشکر که در برنامه با ما بودید. خبر و مطالب بیشتر چون همیشه در وبسایت azadi.org گذاشته می‌شود. همچنین صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. با امید خبرهای خوب خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشد.